افتاد یک سوال همی بسیار مقصد وای میکنه سری مرا گیج میکنه که وزی در همون بازارهای تاجیکستان در جای گوشت فروشی گوشت های قزاقستان و بلاروسیا آمدگی است ارزان در بسیاری همون نقطه های گوشت فروشی بازارهای تاجیکستان همونا از بلاروسیا که اونها مثلا کفر هستن خیلی حلال و حرام بودن اونها رو ما از کجا فرق میکنیم که زیاد انسان ها استفاده میکنن. اونایی که آورده سعودیان میگن که ما باید خودمون مسلمان های اجاره میگیریم و مسلمان ها بسم الله الله اکبر گفته طریقی ذبح اسلامی کشته استادن گفته دعوا دارند. یعنی اگر واقعا یا تاجیک یا که فرق ندارد مسلمان در بلاروسیا اگر به طریق اسلامی ذبح کرده اگر گسیل کند حلال است. من در مالداوی بودم، گوشتی حلال مشکل است در اونجا هم. بعد یک جای رفتم که گوسپند دارد، بسیار گوسپند دارد، فرمی کلام دست. رفته دیدم که در بیرون فرم یک کانتین یک چی ماشینی فوری کلان ایستاده است. گوسپندای تقریبا 25 کیلو، یعنی نه از گوسپنداش خوب است نسبتی بعضی گوسپندای 10 کیلویی نه که هست خیلی نه 25 کیلو 30 کیلو گوشت کردگی گوسفندای یخ کردگی بار کرسودیان. میتونم این کجا میرد؟ گفت ازبکستان. در اومدم که مالدوانا کشتودیان. نه بسم الله نه الله اکبر، اونا نصرانی هستن. همین خیلی کله میگیرد میغروند به یک طرف بازی کرده کشته سودیان. جیگر میگیرد در بالی همین زمین غرون شده، زمین خیلی استیاشکا کردگی آب شلانکتی شدگی هایو. لیکن همین خیلی قصابای ما بینید، قصابای تاجیک حتی به گوشت آب نمیرساند. گوشت همین خیلی تازه میستد. من یگان قصابی حلال و پاک ندیدم مثل تاجیک. یعنی خیلی گوسپند میکشد. یگان حاجتی مثلا شلانکتی بعضی دولتان گوسپند میشود چوش دیگه چیرکین رسید چم چیرکن نمیرساند قصابی تاجیک. اینا گوشت همین خیلی میکشن زمین میپرتن هر خیلی. غیر از اینکه بسم الله نگفتن طبق شریعت خیلی ذبح کردن. دیدم ذبح سرش گرفت شده است، خون بروم شده است، لیکن بدون بسم الله. اما حرام است ویم. بیچاره مردم ازبکستان گفتم کپش سوخت. اکو ترکیه هم این کارو میکرده است، لیکن ترکیه همون ذبح میکردگیش به حتی تاجیک عرق رو میآورد است بازار، نماز نمیخواند، از دین هیچی نمیدونه، لیکن تاجیک مسلمان، یعنی که دعوای اسلام دارد، یعنی روی خط مسلمانان ده هست از روی حساب کتاب دنیا. یعنی گویا که حلال شده کن. ترکا همین قدر کار میکرد است، ازبکا اقل همین هم نمیکرد. یعنی مالدوانا کشته فریسان شده است. برای همین اون برادرایی که گوشت از بلاروسیا میبیارن باوری تام کامل داشته باشن که اگر گوشت واقعا چی ها کشته باشد، یعنی مسلمان ها طبق شریعت کشته باشد حلال است. لیکن بگذار حلال باشدم گوشت یخکردگی نخریتون حرکت کرده. درست است که کن ارزان از شرایطی همه نمی برادر گوشت سویجی خریدم به، لیکن 1 کیلو گوشت یخکردگی خریدن جاش به نیم کیلو گوشت سویجی خرید بهتر. یعنی دهان رسد مزه گوشت بیو حلال و پاک هم سویجی. اون یخکردگی ها کو از نگاه علمی طبم که خوب غذای سالم نیست گوشت یخکردگی. والله اعلم.